سلام و وقت شما بخیر. باز هم ما هستیم و شما و کامنت. من هم خدمت شما سلام عرض می کنم و صمیمانه ترین درودها رو به شما میفرستم و برای اینکه از قطار سری و سیر پیشرفت آخوند رئیسی جا نمونیم، جدیدترین دستاورد سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، پزشکی دیگه خودش قطاره، خودش دستاورد سه نقطه اون رو تقدیم حضورتون میکنم. با هم ببینیم که امروز گردشگری سلامت در کشور ما به نحوی است که کشورهای منطقه، حتی این کشورهای آسیای مرکزی که ما بعضا داریم میریم یا اونها میان، ترجیح میدن به کشور و به این بیمارستان ها مراجعه کنن تا به بیمارستان اروپایی. یعنی ترجیح میدن به این که کار در ایران هم از جهت هزینه هم از جهت تخصص و به نتیجه رسیدن کار حتما اولویت داره. این باور الان هم برای کشورهای منطقه پیدا شده و این کشورهایی که ما جدیداً داریم ارتباط بیشتر با اونها برقرار می‌کنیم. چقدر جالب. اتفاقا من یه عکس دیدم که همین گفته آخوند رئیسی رو قشنگ تایید میکنه. عکس یه اروپاییه که برای دوا و درمان اومده ایران، که خیلی جالبه، که نشون میده فکر کنم توی فرودگاه خمینی ملعون هم هست، که قشنگ رفته برای دوا و درمان. نگاه کنینو. اولا این گردن کلوف اروپایی نیست، آخوند جزایریه، عضو مجلس خبرگان رژیمه. اونجا هم ایران نیست، انگلیسه. فرودگاهش هم فرودگاه خمینی ملعون نیست، هیثروه. پس چطور کلا همه رو برعکس گفت. نه، آخوند رئیسی که گفتش که از اروپا میرن ایران برای دوا و درمون، این پس چطور آخوندا از ایران میرن اروپا برای دوا و درمون؟ داستان چیه؟ درست گفت. اروپایی‌ها برای اینکه از امکانات سرشار پزشکی و فوق تکنولوژی ایران استفاده کنن، ایران تحت حاکمیت این وحوش، میان ایران. اما آخوندا چون ساده زیستن، بلند میشن میرن تو از اون امکانات حداقلی استفاده کنن. اینجا یه بیمارستان صحرایی تو لندنه که این توش میخواد بره وسط برهوت لندن، بی آب و علف. بعد هم اصلا بیمارستان داروی بیهوشی استفاده نمیکنه، با چکش میزنه، بیمار بیهوش میشه. بخیه هم با جوالدوز میزنن. خودش انتخاب کرده دیگه بره با کمبود امکانات. واقعا راست میگی. همه آخوندها معتاد اینجا. واقعا من به این موضوع ساده زیستی توجه نکردم. اتفاقا همین آخوند جزایری در رابطه با همین موضوع هم صحبت کرده، گفته بعضی از مردم فکر میکنن شیر نفت در جیب روحانیون است. به ساده زیستی خیلی ظریف اشاره کرده. اینطوری نیست، این تهمته. شیر نفت تو جیب روحانیون جا نمیشه، چون نفت یه شیر دو شیر نداره. اونی که تو جیب روحانیونه پول نفته. درستش اینه. بعد درست گفته آخوند. اشتباه لفظی بوده احتمالاً. اما حالا که تا اینجا اومدیم، این عکس رو هم از ساده زیستی همین آخوند جزایری با هم ببینیم. اون ته نشسته ببینید، همونطور که میبینید تو این عکس هیچ اثری از شیر نفت نیست، ولی باقالی پلو، فسنجون، موز، 7-8 نوع غذا چیدن براش. که این بعد از این مهمونی اینا زنده موندن، این همه خوردن، نترکیدن. البته آخوندا سیستم گوارشی یه بار بره لندن برای دوا و درمان. نه البته گفتیم دیگه، آخوندا حکومتی سیستم گوارشیشون فرق میکنه. بله، همون داستان نشخوار و اینا. نشخوار. حالا بابک، سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این آخوند رئیسی چرا سوزنش گیر کرده مدت رو بیمارستان و پزشکی و این حرفا؟ 4 میلیون مسکن میخواست بسازه، یه دونه‌شو نساخت، اما هی میگه بیمارستان درست کردم، اروپایی‌ها دارن میان ایران. داستان چیه؟ علتش اینه که جدیداً آخوند رئیسی اینا با پای راست وارد عرصه پزشکی شدن و معتقدن که ساختن بیمارستان، تولید دارو، یک کار عبث و بیهوده است و جلوشو باید گرفت. این خبرش هم اینجا اومده. حوزه علمیه با ارائه برنامه جدید خواستار جلوگیری از ساخت بیمارستان و دارو شد. یعنی دارن تو کار دکترا و پرستارا دخالت میکنن. نه اشتباه میکنی. پرستارا و دکترا دارن تو کار اینا دخالت میکنن. اونا دارن تو کار اینا دخالت میکنن. دقیقش اینه. بیمار با اختلالات مغزی مخشعی به ما مراجعه میکنه و مشکلات حرکتی داره و مشکلات تعادلی. ما تمام سعیمون رو میکنیم که این مشکلات حرکتی زودتر حل بشه و بدن یه قوتی بگیره. متاسفانه در بین درمان ما گاهی اوقات پزشکان شیمیایی به طور ناخواسته و یا ندانسته در امر درمان اختلال ایجاد. بله. حالا فرض کنیم دکترا و پرستارا و به قول این پزشکای شیمیایی پذیرفتن، گفتن آقا باشه، ما اصلا دیگه از فردا به پزشکی کاری نداریم، ریش و قیچی دست خود شما آخوندا. سوالی که پیش میاد اینه که اینا با چه متدی
با چه سیستمی، با چه مکانیزمی قراره تو زمینه پزشکی کار کنن و ملت رو دوا و درمان کنن؟ خیلی ساده، متدشون خیلی ساده است. آخوندا اصلا بیمار رو معطل دارو و درمان و آزمایشگاه و این کاغذبازی‌ها نمی‌کنن. یه راست بیمار میفرستن قبرستون. ببین تازه در این زمینه اشتغال زایی هم کردن. قبرکنی عبدالله محمدی، مردن شما آرزوی ماست، با خیال راحت بمیرید. این نقشه مسیر آخوندا برای دارو و درمانه. آقا کدوم خیال راحت؟ بیا این لیست هزینه‌های پرداخت شده متوفاست نگاه کن. اونجا هم مبارزی گذاشتن؟ نگاه کن تمام لیست کرده، تمام خرجا رو 7,748,400 تومان جمع هزینه هاست. 9% هم مالیات افزوده داره. بی خود که نمیگفتن آخونده حکومتی صفت خامنه‌ای صفت مرده خوره. یک عوارضی بستن یه دکونی باز کردن دیگه، مردن هم برای کسی صرف نمیکنه. واسه مردن هم باید رفت تو سر. مردن باید رفت تو سر. بابا یه مدت کامنت فلاش بک نداشتیم، از اون کامنت هایی بود که برای پرت و پلاهای خمینی دجال میگفتیم. اینقدر تو این رژیم پرت و پلا میگن آدم مثلا تو انتخابش میمونه، ولی راست میگه. ولی من یه دونه از این پرت و پلاهاش که خیلی توی فضای مجازی بازخورد داشته و کامنت زیاد خورده رو آوردم که با هم ببینیم. بله ببینیم. های ما هم گرفتار این وابستگی به غرب را دارند، غرب را فراموش کنند. من فکر میکردم که اگر ما بتوانیم یه دیواری مثل دیوار چین بین شرق و غرب بکشیم، بین ممالک اسلامی و چی بکشیم، دیوار زمینی و هوایی که مملکت ما از دست اونها نجات پیدا کند و حتی ترقیاتشون را ما عذرشا بخواهیم به نفع ما بیشتر. دیوار زمینی و هوایی، دیوار هوایی چجوری اون وقت؟ اگه بهش نمیگن معمار نظام، معمار نظام اگه نتونه دیوار هوایی بکشه که من نمیدونم چجوری این خودش میدونه، که دیگه معمار نظام نمیشه. ببین من خمینی رو برات تفسیر کنم تو یه جمله. اگه این خمینی رو با این طرز فکر عقب افتاده می‌داشتی میبردی وسط یک غار که انسان‌های نخستین بودن، اون رئیس اون قبیله میگفت خواهشاً یه مرحله تاریخی اینو ببرید عقب، خیلی عقب افتاده است. اونجا براش مدرن، جامعه مدرن محسوب میشه. برای اونجا هم میگفت این کارا رو نکنید. حالا میدونی من به چی فکر میکنم؟ اگه این دیواره رو خمینی میکشید، اون موقع اروپایی‌ها نمیتونستن الان بیان ایران برای استفاده از همین تجهیزات پزشکی و دارویی که آخوند رئیسی میگفت. شک نکن انقدر ایران تحت حاکمیت آخوندا برای اروپایی‌ها جاذبه داره، مخصوصا امکانات پزشکی. فضایی هم میزدی میپریدن میومدن دیوار رو سوراخ میشن. بله، درباره حمله آخوندها به عرصه پزشکی و اینا هم گفتیم. فکر کنم مثلا هیچ جایی نمونده باشه که آخوندهای عمامه روش نذارن و خلاصه رد نعلینشون روش نباشه. یه جا مونده، فکر کنم ورزش بدنسازی نرفتن، چون این تحرک فیزیکی میخواد آخوندها حلش نیست. اشتباه میکنن. اونجا هم رفتن. اونجا هم رفتن. اطلاعات ما قدیمیه، باز کردن. ببین اینجا رو. مشورتی که با بزرگان داشتم میتونه قشنگتر و بهترش این باشه که من لباسم و موقعی ورزش کردن و موقعی فیگور گرفتن در بیارم به این صورت و مجدداً به ورزشم ادامه بدم، مجدداً بتونم فیگور بگیرم، بتونم ورزش حرفه‌ای بکنم، سبک زندگی اسلامی ورزشی رو نشون بدم و مجدداً بتونم زیبایی‌های بدن و زیبایی‌های این ورزش رو به نمایش بذارم. زنده باشین از همتون و مجدداً لباسمو ورتم می‌کنم. ممنونم. احتمالاً جوجه آخونده راهنمود فلاحیان شنیده، همون قاتله بود، وزیر اطلاعات بود، اون آخوند قاتله که گفته وضعیت آخونده به جایی رسیده که باید دفاع شخصی یاد بگیریم برای دفاع از خودمون. زده تو کار سیکس پک و نمیدونم پرورش اندام. فقط به این جوجه آخوند باید گفت بابا وضع نظام از این حرفا گذشته. آرنولد هم بشی باز کتکر باید بخوری. یعنی آرنولد هم بیاد اینجا حجت الاسلام بشه کتکر باید باز دردی دوا نمی‌کنه. صحبت دفاع شخصی آخوندها و این دست و پا زدن‌ها شد. یه نمونه جالبم بود هفته گذشته. کار به کجا کشیده ببین که ناصری نژاد عضو مجلس آخوندی گفته روز گذشته مراسم کلنگزنی دانشکده پرستاری شادگان با جمعی از مسئولان برگزار شد که به یک باره جوانی از بین جمعیت با یک
دبه 3 لیتری بنزین به من حمله کرد و بنزین را روی سر من ریخت. این جوان زمانی که قصد داشت فندک بزند فندکش روشن نشد، بلافاصله مردم جلو این جوان را گرفتند اما موفق شد پیش از دستگیری فرار کند. این هم عکس آخونده است. ببینیم 50% رو درست گفته که اون جوان دلیر اومده روی این بنزین ریخته. منتها سر فندک زده به کوچه علی چپ و خالیبندی. تمام نفرات فندک روشن، اونایی هم که سیگاری نبودن رفتن فندک خریدن اومدن روشن کردن. میگن اقیانوسی از فندک روشن شد اونجا. همینو به تصویر کشیدن تو فضای مجازی. دقت کردید جدیداً مهره‌های ریز و درشت رژیم هی دنبال اینن که راه حلی ارائه بدن، یه نسخه‌ای بپیچن، این کارو کنیم حل میشه. همون روده درازی‌های معمولی دیگه. آره، کار جز این بلد نیست. دقیقاً جدیدترین نمونهش این دیپلمات تروریست سابق رژیم قدیری ابیانه گفته مردم کمتر آب، برق و گاز مصرف کنند ارزانی میشود. از نظر من تو منطق خودش درست گفته. ببین در تمام دنیا مشکل، یعنی حکومت‌ها تشکیل میشن، دولت‌ها تشکیل میشن که مشکلات مردم رو حل کنن. تو رژیم آخوندی اصلا مردم نفس مشکلن، خود مشکلن. اصلا اینا میخوان اگه دست اینا بود همه مردم میختن دریا که راحت اختلاس کنن و این یارو کاسلیس پاچه‌خور قدیری ابیانه هم بچره. اما کور خوندن مردم ایران گفتن مشکل اصلی این رژیمه، همین رژیم رو جارو میکنن میریزن تو دریا با همین قدیری و مدیری و همه آتش‌خالای دیگه. خب بابک من میگم بچه‌ها یه کلیپ پخش کنن، هر کدوممون یه ضرب المثل به جای کامنتش بگیم. موافقی؟ جدیده این؟ آره فکر کنم جدیده، ولی هر کدوم کار تو جدیده ضرب المثل بگیم. به جای کامنت یه ضرب المثل بگیم راجبش، تمومش کنیم. بیشتر از این هم مثلا ارزشش نداره. سخت نباشه. آره ببینیم با هم. جمهوری خواهی شکست خورده، چپ شکست خورده، لیبرال به اصطلاح دموکراسی شکست خورده، مجاهدین خلق به عنوان آخرین گروه از صحنه عملا خارج شدن و هیچ جایی در این صحنه اپوزیسیون خارج باقی نمونده به جز برای ملیگراها و مشروطه‌خواها. اول من میگم. اول تو بگو، من ذهنم بذاره کار کنم. من یاد اون ضرب المثل افتادم که میگه طرفو به ده راه نمیدادن، میگفت کت خدا پسر خالمه. من یه مقدار ضرب المثل جدیدتر میگم، ورژن جدید. اون پشیه یادته که افتاده تو فاضلاب مست کرده بود، بعد رفته بود جلوی کارخونه پیفاف عربده میکشید. من یاد اون افتاده. فاضلاب شاه و شیخ افتاد. فاضلاب شاه، واقعا فاضلاب شاه و شیخ همین بلا رو میاره سر. خب رسیدیم به بخش آخر و کامنت یک جمله. همین که من توش ضعیفم. نه اختیار دارید. نگاه کن این عکس رو که ملاحظه میکنین یک دایره قرمز کشیده شده. شما بگو که این دایره قرمز دقیقاً کجاست؟ این تقاطع بزرگراه رفسنجانی و پل یادگار امام ملعون. یه جمله. ممنون که این هفته هم همراه ما بودید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار همگی. شاد و سرفراز باشید.